در کابل روز دوم است که هزارها نفر به کوچه برآمده مجازات مسئولان کشتار یک زن را تقاضا می کنند. فرخنده 27 ساله که محصل یک دانشکده دینی بود، 19 مارس بر اثر لطوکوب ازدحام به قتل رسید. روز سه‌شنبه اعضای حزب‌های سیاسی و فعالان جامعه شهروندی افغانستان طلب داشتند که تمام افراد دست داشته در کشتار فرخنده به جوابگری کشیده شوند. ازدحام غضب‌آلود فرخنده را با آتش زدن قرآن متهم کرده بود، ولی پلیس میگوید یگان شهادت برای تصدیق این اتهام پیدا نشده است. روز سه‌شنبه در قرقیزستان دهمین سالگرد انقلاب لالگی، آشوبی که پرزیدنت اسکر اوقایف را از قدرت دور نمود، به یاد آورده شد. دانشمندان و سیاستمداران در یک نشست در شهر بیشکک درباره اهمیت، سببها و پیامد انقلاب لالگی صحبت نموده، سپس انقلاب سال 2010 را که وارث تخت اوقایف را هم از سر قدرت دور کرد، تبادل نظر نمودند. در شهر یریون پایتخت ارمنستان خادمان فعلی و سابق کارخانه کیمیایی با تقاضای پرداخت معاش اعتراضشان را از سر گرفتند. گردآمدگان نامه گشاده به عنوان دادستان دولتی را ارائه نموده، مأموران کارخانه کیمیایی نیریت را با سوء استفاده از پولی که باید برای معاش کارگران مصرف شود متهم کردند. نیریت که به وجه عموم تولید محصولات را قطع کرده است، از کارگرانش 15 میلیون دلار قرضدار است. بعضی کارگران شکایت دارند که 2 سال این جانب معاش نگرفتند.